هزینه کردیم واقعا. مشتاق هزینه کردیم. تبریز چه هزینه کردی آقا؟ واقعا خبر خود دادی یا نه؟ با مردی به توی شریکی مزده سیده. آره ریانشه نشون نده ولی خیلی مقداری از خریدمون رو اینجا انجام دادیم. میریم برای خریدای دیگه. نگاه کنین دیگه، بریم ببینیم چه خبر. مرسی. چه خبره انشا؟ امین غلامی. خب اینجا فروشگاه هپی مپیه که میخوایم بریم از اینجا وسایل آتش بازی و نمیدونم فشفشه و فلان مثلا بگیریم. اینا اینکه فرست امین بیا فرست کن. سلام علیکم. خیلی مخلصم. دست بدین مش بزنید. خیلی مخلصم. سلام. آقا بریم یه تست بکنیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز امشب یه اتفاقای خفن میخواد بیفته، منتظر باشید. مرسی. از صدام درست شد دیگه. سیبش کنم خیلی باحال بود نه؟ آقای روحانی عزیز، ما همیشه زحمت بهشون میدیم و هر موقع مراسمی داریم، مهمونی داریم، میایم هپی مپی واقع در خیابون بهار کرج دیگه. همه فکر کنم میشناسن. عزیز من قربون شما برم. البته الان به خاطر نکات ایمنی ما اینجا رو حجم کارمون کم کردیم. آره واقعا همیشه زیاد دارم. آبشوره که شما میخواید ببری، من اینا رو بهتون پیشنهاد میکنم. تو تولد خودتون هم استفاده کنید. آقا روحانی این چطوره؟ اونو بگی. ما نظرمون روی اینه. خیلی خوبه. اصلا هم نمیشه دست داد بهش. آقا کلی وسیله آتش بازی هم از هپی مپی گرفتیم، بریم که امشبو بتره کنیم. داشته باش ببین چی میشه. بدو ببینم. سلام، خیلی مخلصم. چند بار سلام میدم تو یه دونه ویدیو. داریم میریم داخل کیک بگیریم، بریم که داشته باشیم. بفهم. چرا کوچولوه؟ به به. چطوره؟ عالی. قوی شده؟ بریم که داشته باشی. باید یه تشکر ویژه بکنم از راشکیک، خفن ترین شیرینی فروشیه که توی استان البرز. میتونین بهش سر بزنین و شیرینی بچینین جلوی مهمونت بذاری عشق کنه. مرسی. امیدوارم که واحد باشه چون کردید صورت من و اینکه یه دقیقه قطعش بکنیم. آقا ما یه روزی آقا مسعود چون برگشت که همه میدونن تقریبا، ما یه روزی یه تولدی داشتیم، رفیقمون بهش گفته بودم دوستمو دارم من سورپرایز میکنم. این رفیقمون اومد تو اون محیط یه لحظه جوگیری شد. یه دفعه اون کسی که قرار سورپرایز بشه بهش دست داده شد، گفت تولدت مبارک. اون زحمات که من کشیده بودم به بنارم 7 سال پیش 8 سال پیش. خواستم بگم الان دیگه همه تقریبا میدونن تولد آقا مهدی امینیه و شاید بیننده هم نمیدونستن. امشب تولد آقا مهدی امینیه و لطفا آقا هیچ سوتی نده. آقا مهدی اومد شاید حدس بزنه که تولدشه، ولی بیاد بشینه بگی واقعا 1 میلیونی حامله. ساعتم 8 شب. ساعت 8 شب فرست تایم لبرن بارت برم. آقا عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت دوستان عزیزم. امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشی. من به کمک دوستانم 1 میلیونی شدم مجدد. یک بار پیجم برید و پیجم دوباره به کمک شما به لطف شما 1 میلیونی شد. تشکر میکنم از تک تکتون. این شمو کسی میخواد روشن کنه؟ دوستان سیگاری لطفاً وایسد میگه به تشکر ویژه دارم از تک تک دوستانی که امشب کنار من بودن، ولی خب 1 میلیونی شدن پیجم رو تبریک میگم. ولی تولد آقا مهدی امینی باید تبریک بگیم. آقا برام
چرا؟
داشتم واسه من کیک گرفتم با عدد 1 واسه 1 میلیون شدن ما می‌خواستیم آقا مهدی رو غافلگیر کنیم آقا مهدی زحمت کشیدم واسه ما کیک گرفتن ما رو غافل کشید. دور سرت گردم خاک بادم سلامتشون سلام. محتاط نداره اصلا سیگاری نداره اینجا ببین ناموسه نگاه میریزه رو عالی عالی آقا انشالله کنار شما به زودی 2 میلیونی رو جشن خواهیم گرفت آقا مهدی آقا مهدی آقا برو بریم آقا بازم تولد آقا مهدی امینی من